آقای دارایی‌زاده، در دوره آقای خاتمی هم صحبت‌هایی از همین طرح و این حقوق شهروندی مطرح شد. در دوره آقای هاشمی شاهرودی هم که به قوه قضاییه رفتن و البته به تعبیر خودشون ویرانه قوه قضاییه رو تحویل گرفتن هم چنین صحبت‌هایی شد و حتی مصوبه‌ای هم در این مورد وجود داشت. اما هیچ وقت از طرف دولت به صورت مشروع وارد این صحبت نشده و هیچ طرحی به روی میز نیومده بود. فکر میکنید چقدر این طرح میتونه کارگشا باشه و چقدر ضمانت اجرایی داشته باشه؟ عرض کنم خدمت شما که همه اینو برمیگرده به اینکه اساسا اراده سیاسیش برای تحقق این ارزش‌ها و اصول و مفادی که توی منشور 20 صفحه‌ای معرفی شده وجود داره یا خیر. ابتدا باید به این سوال پاسخ داد. به باور من خیر، یعنی به آنچنان فکر نمی کنم که بستر عینی این اجرای این اصول وجود داشته باشه. ببینید مثلا میشه اینطوری معرفی کرد که در همین لحظه ما یک در قانون اساسی جمهوری اسلامی و احیانا برخی دیگر از مجموع قوانین موضوع ما از جمله همین قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی که در زمان شاهرودی تصویب شد، خود شما هم بهش اشاره کردید و بعدها در ماه‌های آخر مجلس ششم شکل قانونی پیدا کرد و تصویب شد. این همین الان قانون کشوره، ولی خب ببینید که اساسا اجرا میشه یا نه مثلا مسلما مسئله دیگه‌ای هستش. بس این هستش که ارادهش وجود داره یا نه. من فکر می‌کنم که آنچنان وجود نداشته باشه. چرا که همین قوانینی هستش که همین الان تصویب شد اجرا نمیشه. جدا از این، ما به طور عینی در جامعه ما به واسطه نبودن احزاب مستقل، به واسطه نبودن رسانه‌های آزاد و مستقل، احزاب سیاسی، سازمان‌های جامعه مدنی، فعالان و اکتیویست‌هایی که یا کشور رو ترک کردن یا در حال حاضر با حداقل فعالیت در کشور دارن زندگی میکنن، امکان عینی پیگیری مطالبات آنچنان وجود نداره به نظر من. جدا از این که این منشور سازوکارهای اجرایی خودش هم آنچنان معرفی نکرده. مسئله دیگه این هستش که در حوزه‌هایی وارد شده که اساساً حوزه اختیارات دولت نیست. شما در بخشی دارید به نام عدالت قضایی، فکر می‌کنم بند 85 اون ماده 3 هستش. اینها اومده برای قوه قضاییه اومده مثلا گفته که شما باید حق متهم رو به داشتن وکیل دادگستری به رسمیت بشناسید، باید موازین و اصول دادرسی منصفانه و عادلانه رو رعایت بکنید، متهم نباید شکنجه بشه، متهم باید حقوق خودش رو داشته باشه و مسئله بر سر این هستش که دولت تا چه اندازه نفوذ داره بر دستگاه قضایی کشور. به باور من همچین نفوذی آنچنانی وجود نداره، کما اینکه در سطح کلان میشه صحبت‌هایی که و به لابیگری در داخل سیستم قائل بودش، ولی بر روی کاغذ دولت آنچنان نفوذ و سیطره‌ای بر دستگاه قضایی کشور به عنوان عامل اصلی نقض حقوق شهروندان در ایران وجود نداره. آقای دارایی‌زاده، شما به عدم اجرای قانون اشاره کردید. برخی بر این باورند که این طرح پیشنهادی تنها یک شرح و تفصیل از فصل سوم قانون اساسی است و چیز بیشتری از آنچه در قانون آمده بود نیست. چقدر این تحلیل رو نزدیک به واقع میدونید و اینکه فکر میکنید چرا حسن روحانی و تیم حقوق بشریش وارد این ماجرا شدن و این طرح رو پیشنهاد دادن اگر فصل سوم قانون اساسی وجود داره و میتونه تامین کننده این حقوق باشه؟ عرض کنم خدمتتون نه، من فکر نمی کنم که اعتقاد ندارم که این یه جور کپی برداری از فصل سوم قانون اساسی ایران هست. فصل سوم نهایتا فکر می کنم هولوش 20 یا 20 خورده ماده داره. با متنی که ما الان به عنوان منشور حقوق شهروندی دولت روحانی مواجه هستیم فکر می کنم 150 60 ماده داشته باشه و بسیار مفصل‌تر و وارد جزئیات شده. این کپی برداری نیستش و اگه بخوام نکات مثبتش رو تا یه اندازی اشاره بکنیم اینه که به پاره از حقوق و آزادی‌ها اشاره کرده که اساساً در فصل سوم منعکس نشده. حق بر محیط زیست سالم، حق بر حفظ میراث فرهنگی و غیره. منتهی مراتب علی‌رغم همین نکات مثبتی که عرض کردم خدمت شما، این متن بسیار بسیار زیرکانه به باور من تنظیم شده و
در چارچوب نرم‌های آشنای جمهوری اسلامی باقی مونده و سعی نکرده که خط قرمزها رو رد بکنه. شما در خصوص مجازات اعدام نگاه بکنید، به رسمیت شناخته. در مورد عرض کنم خدمت شما که حقوق همجنسگراها و غیره که طبیعتاً انتظاری نبوده که دولت حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران به این حوزه‌ها وارد بشه. یا غایبان زیادی داره این متن. حقوق پناهندگان اساساً به رسمیت شناخته نشده. ما میلیون‌ها پناهنده و پناهجوی افغانی در ایران داریم که اساساً هیچ صدایی در این متن ندارن و اساساً شهروند شمرده نمیشن. عرض کنم خدمت شما که به پایه‌های تبعیض کماکان در این متن دیده میشه. متن بر اساس مبانی نظری و تئوریک خودش رو بر اساس اسلام و آیه‌ای از امام نخست شیعیان قرار داده که خب طبیعتا فقط ممکنه برای شیعیان ایران این ارزش و اعتباری داشته باشه و حقوق شیعیان هستش، حقوق شهروندان ایرانی محسوب نمیشه. در مورد حقوق کار ضعف‌های زیادی داره، همینطور که قانون کار ایران حقوق سندیکایی رو به رسمیت نشناخته، حق اعتصاب به رسمیت نشناخته. در این متن شما ملاحظه می‌کنید که کوچکترین اشاره‌ای به حق کارگران بر اعتصاب نیستش، بر اعتصاب کارگری و کاربندی نیستش، در حالی که این جزء حقوق اصلی و جزء حقوق اصلی کار محسوب میشه و در کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی 1966 سازمان ملل اومده. دولت ایران موظف به اجرای این هستش. می‌بینیم که دولت روحانی زمانی که اومده این متن رو تنظیم بکنه کاملا در چارچوب قوانین، کاملا در چارچوب پرنسیپ‌ها و اصول حاکم و تجربه شده جمهوری اسلامی پیش رفته و سعی نکرده که خیلی وارد موارد خطوطی بشه که قرمز احیانا شمرده میشه. سوال اینجاست که چگونه دولت میخواد وارد اون حوزه‌هایی بشه که در مورد اجرای احکام هست، در مورد نحوه اجرای احکام هست و بسیاری از این موارد که مشخصا قانون به قوه قضاییه اون رو محول کرده و در بخش دیگر دولت امکانات اجرایی خودش و امکاناتی رو که در اختیار خودش داره رو به صورت مشخص اعلام نکرده در این طرح که چگونه میخواد این طرح رو پیگیری بکنه. چگونه میبینید اون اصل تفکیک قوا رو و امکانات اجرایی که خود دولت در پشت این طرح میتونه قرار بده؟ من اجازه بدین این پرسش شما رو این چنین پاسخ بدم که مثلا من جای دیگه ای هستش. من فکر می‌کنم نقض حقوق بشر بخش زیادیش از جمله توسط دستگاه‌هایی هستش که زیرربط دولت هستن و خود دولت مسئول اونها هستش. شما در زمینه وزارت اطلاعات که خب خیلی مشخص هستش چه اتفاقی داره میفته. در دولت، در وزارت خونه ارتباطات و فناوری شما با مسئله فیلترینگ مواجه هستید، با عدم دسترسی آزاد شهروندان به رسانه‌ها مواجه هستید. در وزارت شما سانسور رو دارید. خدمت شما که در وزارت علوم مسئله دانشجویان ستاره‌دار رو داشتید و نشریات دانشجویی دارید و همه اینها مواردی هستش که در حیطه اختیارات دولت هستش و اگه دولت حسن نیتی داره میتونه ابتدا از اینها شروع بکنه، از خودش شروع بکنه. جدا از این میتونه به کنوانسیون‌ها، معاهداتی که دولت ایران پایبندش هستش سازوکاری فراهم بکنه که اونها اجرا بشه، نه بیاد کنوانسیون‌هایی رو که تا حالا دولت ایران به عضویت نپذیرفته رو بیاد امضا بکنه. کنوانسیون من شکنجه رو بیاد امضا بکنه، بیاد پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی رو که دولت ایران سال 54 عضو شده رو بیاد بپذیره و اونها رو رعایت بکنه. اگر خیلی ادعا میکنه و مایل هستش، به نظرم سازوکارش وجود داره، منتها همونطور که ابتدا عرض کردم اراده سیاسی وجود نداره و این منشور رو صرفا ما میتونیم در قالب طرح و معرفی یک سری استانداردها معرفی کنیم. وگرنه به لحاظ عینی من فکر نمی‌کنم که اراده سیاسی برای پیگیری اینها وجود داشته باشه. اگر می‌خواستن میتونستن همین قوانینی که تا حالا معلق مونده و همینطور معلق مونده رو اجرا بکنن یا میتونن به کنوانسیون‌ها و سازوکارهای جهانی بپیوندن، کاری که نکردن و به نظر نمی‌رسه که اراده سیاسیش وجود داشته باشه در این مقطع جمهوری اسلامی. آقای دارایی‌زاده، با توجه به تمام مباحثی که مطرح کردیم در کوتاه مدت و بلند مدت این طرح رو شما چگونه می‌بینید؟ آیا امکان اجرایی شدنش و یا امکان شکستش به صورت درصدی اگه بخوایم نگاه بکنیم شما چگونه می‌بینید؟ من فکر می‌کنم تا یه حد زیادی این منشور تا چند ماه اول خدمت شما عرض کنم که قرار هست بر اساس این منشور یک سازمانی صورت بگیره، سازمان حقوق شهروندی.
ابتدا اجازه بدید من از این واژه حقوق شهروندی هم استفاده نکنم، چون که ضد حقوق بشری میدونم، چون که بخش زیادی از ساکنین ایران، افغان‌ها، پناهنده‌ها و پناهجوها اساساً شهروند محسوب نمیشن و این حقوق هم طبیعتاً شامل اونها نیستش و همین ترم یا همین اصطلاح به نظر من ضد حقوق بشری هستش. حالا کاری ندارم، منشوری که باهاش مواجه هستیم این متنی که منتشر شده، من فکر می‌کنم تا احتمالاً سازمانی قرار تأسیس بشه و شورای عالی حقوق شهروندی قرار تصویب بشه. طبیعتاً با تصویب اینها این امکان فراهم میاد که پیگیری‌هایی صورت بگیره و این بالاخره سازمان‌ها بودجه خواهند داشت، بالاخره 4 تا کارمند دارن، روابط عمومی خواهند داشت، نشریه ممکن داشته باشن، 4 تا سمیناری بذارن. همه اینها اتفاقات بدی نیست به شرط اینکه سخت افزار و امکانات عینی پیگیری آنها در جامعه مدنی ما، در رسانه‌های ما، در احزاب وجود داشته باشه که طبیعتاً تا اونها فراهم نشه، تا اون امکانات فراهم نشه، اونها هم در قالب فرم و شکل باقی میمونه و جز هدر دادن احتمالاً 4 تا بودجه و اینها اتفاق خاصی نخواهد افتاد. آقای دارایی زاده، با توجه به اینکه به هر صورت این طرح الان روی میز هستش و منتقدین چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور میتونن اون رو نقد بکنن، به نظرتون کدوم بخش یا بخش هایی هستش که قدرت اجرایی بیشتری داره و این امکان رو داره که با توسعه اون با توجه به محدودیت‌های قانونی و ساختاری در نظام سیاسی داخل کشور این امکان رو داره که بتونه گسترش پیدا کنه و این امکان رو هم داره که پیشرفت بکنه؟ و البته کدوم بخش به نظرتون، حالا اگه بخش هستش که در همین چارچوبی که گفتم، یعنی در چارچوب محدودیت‌های قانونی به طور مشخص میتونسته در اینجا باشه و نیستش؟ ببینید موارد مخفور مونده کم شمار نیستش. من در زمینه حقوق کار از کم خدمت شما که هرچند که اشاره شده ولی که حق اعتصاب‌های کارگری رو به رسمیت نمیشناسه، حق تشکلیابی و حق تشکلیابی‌های مستقل و کارگری و سندیکایی رو رسما به رسمیت نمیشناسه. این به طور روشن هیچ واژه‌ای، هیچ اشاره‌ای به حقوق سندیکایی و حق اعتصاب نشده. موارد دیگه‌ای هم هستش. در زمینه حقوق پناهندگان من میگم هیچ گونه اشاره خاصی نداره این منشور. ما در جامعه ایران متأسفانه با رشد نژاد پرستی و حرکت‌های ضد عرب مواجه هستیم. ما در ایران قانونی برای حفاظت از شهروندان در برابر حرکت‌ها یا رفتارهای نژاد پرستانه نداریم. این منشور میتونست این خلأ رو به نوعی پر بکنه و در زمینه محدودسازی نژاد پرستی در ایران، رشد نژاد پرستی در ایران و عرب ستیزی در ایران میتونست تمهیدات قانونی رو بیاندیشه. در همین موارد خود ساکت مونده و موضع خاصی نگرفت. عرض کنم خدمتشون که این متن اگه بار دیگه به این متن برگردیم، مسلما آن بخشایی از این حقوق و آزادی‌ها امکان و قابلیت پیگیری داره که به لحاظ مالی یا هزینه نداشته باشه یا اینکه اراده سیاسیش وجود داشته باشه. شما در زمینه حقوق کار، حق بهداشت، آموزش، مسکن، بازنشستگی، کار افتادگی، تامین اجتماعی، اینها حقوق و آزادی‌های اصطلاحاً در اصطلاح حقوق بشری بهش میگن حقوق نسل دوم و حقوق نسل سوم. اینها خب هزینه داره برای دولت‌ها. طبیعتاً اگه ارادهش وجود داشته باشه میتونن تامین بودجه بکنن و همه اینها رو سر و سامانی بدن و برنامه بعد دراز مدت هم خواهد بود. 100% حق بر محیط زیست سالم یا حق بر بهداشت و آموزش همگانی و رایگان مواردی نیستش که دولت با این وضعیت اقتصادی دولت بتونه به این سادگی سامان بده، حتی اگه قطع نظر از اینکه اراده سیاسیش اساساً وجود داشته باشه یا نداشته باشه. پس این موارد میتونیم بذاریم کنار، برگردیم اون مواردی که احیانا برای دولت هزینه مالی در بر نداره و میتونه با یک برنامه‌ریزی درست میتونه بخشش رو اجرا بکنه. اون برمیگرده به حقوق و آزادیایی که اصطلاحاً بهش میگن حقوق و آزادی‌های مدنی سیاسی و حقوق نسل اول و این در حیطه حقوق نسل اول که میشه آزادی بیان و منع تفتیش عقاید و موارد از این دست برمیگرده به اراده سیاسی و اینکه خواستش وجود داشته باشه در ساختار کلی قدرت جمهوری اسلامی یا نه. شما میتونید 100% با 4 تا بخشنامه یا با هر حرکتی دیگه در وزارت اطلاعات میتونید بخشی از حقوق متهما رو تامین بکنید. شما در وزارت ارشاد میتونید در زمینه نشر کتاب و سانسور مطبوعات میتونید فعالیتایی انجام بدید که هیچ هزینه‌ای بر شما نداره، فقط اراده سیاسی لازم داره. و در زمینه فیلترینگ اینترنتی، بالا بردن سرعت اینترنتی، نمیدونم تبعیض جنسیتی در داخل دانشگاه، اینها مواردی هستش که هزینه نداره برای دولت
منتها بسته و منوط هستش که اساسا اراده سیاسیش وجود داشته باشه یا نه، که این هم باید برمیگرده به اینکه اساسا با چقدر بشه فشار آورد و مقاومت کرد و مبارزه کرد برای تحقق این حقوق از جانب جامعه مدنی و فعالین خارج از دولت، که اینها برمیگرده به مناسبات سیاسی و رویدادهای سیاسی که حالا ممکن در سالهای آینده با کم شدن تحریم‌ها جامعه مدنی ایران اندکی جان بگیره و بتونه مبارزات خودش و مقاومت خودش و مطالبات خودش رو برای پیگیری حقوق آزادی‌ها پیگیری بکنه. آقای دارایی‌زاده، اگر اجازه بدید به 4 سال پیش باز می‌گردم، زمانی که مرحوم آیت الله منتظری در فتوایی اشاره کردند که بهائیان هم میبایست از حقوق شهروندی برابر برخوردار باشند. اما جدا از مسئله بهائیان که همواره مورد مناقشه در نظام سیاسی ایران بوده، این طرح به طور مشخص و روشنی در مورد حقوق سنی ها و مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان که در قانون اساسی به اونها اشاره شده و در وجهی دیگر در مورد دراویش اهل حق و بسیاری از این گونه تفکرات مذهبی در قامت دین و یا فرقه بحثی نداره. آیا فکر میکنید که دلیلی داشته که تیم حقوقی آقای حسن روحانی و خودشون وارد حوزه ادیان نشدن؟ عرض کنم خدمت شما، در حیطه حقوق و آزادی‌های مذهبی، حالا سنی‌های ایران باشن یا دراویش ایران باشن یا اهل حق باشن یا حالا هر کدوم از این فرقه‌ها و گرایش‌های مذهبی، این برمیگرده خب به چارچوب‌ها و خط و ربط‌های ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی و چیز تازه‌ای هم نیستش. مسلماً دراویش ایرانی آنچنان خطر امنیتی برای سیستم ایجاد نمی‌کنند، یا بهائیانی که دانشگاه برای خودشون زدن به خاطر تضییع حقوق تحصیلیشون خطر امنیتی برای سیستم ایجاد نمی‌کنند. این برمیگرده به خیلی ریشه‌ای‌تر هستش و برمیگرده به در واقع سابقه‌های ایدئولوژیک و مذهبی شیعه رژیم ایران که چیز تازه‌ای هم نیستش و در طول این 3 دهه باهاش مواجه هستیم. و دولت روحانی هم اگه شما برگردید به این مرد و ارجاع بکنید به این منشور، می‌بینید که باز این خط و خطوط رو رعایت کرده و باز صحبت از مذاهب رسمی دولت اومده، مذاهبی که در قانون اساسی اسم آورده، از مذاهبی که ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شدن، و طبیعتا میخواد این پیام ضمنی رو بده که ما اگر قائل به حقوق و آزادی‌های مذهبی هستیم، حقوق و آزادی‌های ادیان رسمی کشور رو در واقع منظور اون هستش و نه بهائی‌ها و غیر. آقای دارایی‌زاده، اگر جمع‌بندی بفرمایید، چند دقیقه کوتاه در خدمتتون هستیم. عرض می‌کنم من یک بار دیگه به این نکته اشاره می‌کنم که در نبود این اراده سیاسی آنچنان کار خاصی نمیشه کرد، به این جهت که اگر دولت واقعا میخواد کاری در این عرصه انجام بده، مواد قانونی که همچنان حقوق و آزادی‌هایی که در قانون اساسی ایران اومده یا به موجب کنوانسیون های مختلف اومده، اینها رو میتونه پیگیری بکنه. در زمینه حقوق کار مشخصا از نزدیک 190 پروتکل و مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار دولت ایران فقط 13 تاشو به رسمیت شناخته. از این 13 تا 11 تاش در دوره حکومت سابق بودش. اگه واقعا مایل هستش به جای اینکه بخواد لیست بکنه این همه حقوق و آزادی هایی که در زمینه حقوق کار برشمرده یا حقوق اقتصادی اجتماعی برشمرده در این منشور، به راحتی میتونه عضو این مقاوله‌نامه ها بشه، مقاوله‌نامه ها رو امضا بکنه. مقاوله‌نامه 98، مقاوله‌نامه 78، اینها مقاوله‌نامه بسیار مهمی هستن که دولت ایران به رسمیت نشناخته و نمیخواد و اراده سیاسیشو نداره. دولت ایران اگه واقعا میخواد و اگه صادق هستش میتونه عضو این کنوانسیون ها و مقاوله‌نامه های بین‌المللی بشه و سازوکارهای نظارتیش رو به رسمیت بشناسه. مسئله که ما در این متن می‌بینیم اینه که اساسا هیچ گونه سازوکار نظارتی پیش بینی نشده که شما در عرصه بین‌المللی چه سازوکاری، چه کدوم کارشناس بین‌المللی، کدوم نهاد، کدوم سازمان میتونه این کار انجام بده. میتونید شما بیاید پروتکل‌های الحاقی و پروتکل الحاقی کنوانسیون مدنی سیاسی رو به رسمیت بشناسید و امکان طرح شکایت فردی علیه دولت‌ها رو در این کمیته محقق پیدا کنید. اگر شما صادق هستید میتونید این کارها رو انجام بدید، وگرنه لیست کردن این منشور صرفاً جز معرفی یک سری پرنسیپ‌ها و اصول و ارزش‌ها به نظر من کارایی خاصی نداره. آقای بهنام دارایی‌زاده،
وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر، بسیار لطف کردید که امروز همراه ما بودید. همونجوری که در اول برنامه اشاره کردم، امیدوارم در فرصت دیگر هم